250 سال گذشته تاریخ انگلیس، در امپراتوری انگلیس خورشید غروب نمی کرد، چون همه جای کره زمین رو گرفته بود. هر کجا خورشید وسط آسمون بود، انگلیسی ها اونجا سرزمین مستعمره داشتن. انگلیسی که از دریاها شروع کرد همه دنیا رو گرفت، قاره آمریکا، قاره آسیا، قاره آفریقا، قاره اقیانوسیه یا همین استرالیا. جوان عزیز، 180 سال پیش اینا ریختن جایی رو گرفتن به نام سرزمین تاسمانی، پوست کله اونا رو کندن، اسمشو گذاشتن استرالیا. 200 سال هم نمیشه، قاره اقیانوسیه یا همون استرالیا و نیوزیلند. 500 سال پیش ریختن توی سرزمین سرخپوستا، پوست کله سرخپوستا رو کندن، اسمشو گذاشتن ایالات متحده آمریکا. از دریا هر کجا رفتن کسی نتوانست روبروشون بایسته. امروز وقتی کشتی انگلیسی ها تسخیر میشه و وقتی در چشم در مقابل چشم، وقتی کشتی ما رو اونجا متوقف کردی، ما کشتی تو رو متوقف میکنیم، همون مفاد حقوق بین المللی که تو بهشون استناد میکنی ما هم بهشون استناد میکنیم. کی جرأت میکرده جلوی انگلیسی جماعت، آمریکایی جماعت اینجوری عمل کنه؟ ها یه موشکی فروختن تو همین 2 هفته پیش به ترکیه یا به نام موشک S400 که بتونه همینجور هواپیمایی رو بزنه. آمریکا اعتراض کرد، گفت من هواپیمای F-35 رو بهت نمیفروشم، خلباناتم که دارم آموزش میدم بیرون میکنم، تو باید این قرارداد رو با روسیه به هم بزنی. ترکیه 80 میلیون جمعیت داره، ترکیه با اسرائیل رابطه داره، ترکیه نیروهاشو نفرستاده با قاسم سلیمانی برن توی لبنان و عراق و جای دیگه، ترکیه به زور سر زناش حجاب نذاشته، ترکیه ولایت فقیه نداره، ترکیه عضو پیمان ناتوست. از آمریکا فقط اینقدر جدا شد که از روس‌های موشک ضد هوایی خرید، آمریکایی‌ها گذاشتنش تو لیست تحریم. تو کی گفته بری از اون بخری؟ قرارداد فروش هواپیمای F-35 شون رو ملغا کردن. از پرس تیوی میدیدم که الان چند شبه جوانای ترکیه‌ای توی آنکارا و استانبول سوار کامیونا و کمپرسیا شدن، پرچم قرمز ترکیه رو میچرخونن که ما شق القمر کردیم، از آمریکا جدا شدیم رفتیم سمت روس‌ها، از روس‌ها موشک ضد هوایی خریدیم. اما در هیچ شهر ما یه نیسان هم 4 تا جوان نرفتن بالاش بگن که آقا ما یه موشک خودمون ساختیم، اون هواپیما رو خودمون زدیم. نه F-35، اون F-35 که قیمتش 85 میلیون دلاره، این هواپیما با تجهیزات زمینیش 210 میلیون دلار قیمتش بوده. 2 تا بیشتر ازش نساخته بود آمریکا که خدا شاخشو شکست. یکیش زده شد که بداند با چه ملتی طرف ترامپ، بداند که پشت این ملت خداست. اگر شما میبینید این ملت به این عظمت رسیده که یه روزی 2 تا ناوچه داشت میزدن میومدن تو خرمشهر آبادان، میومدن تهران، 3 تا کشور زورگو ایرانو تقسیم میکردند، جوان عزیز، برای رسیدن به این عزت، برای رسیدن به این عظمت، برای رسیدن به این که در بند 6 بیانیه گام 2 رهبری، یعنی در بحث سیاست خارجی آمده که اصل استقلال کشور و مرزگذاری با دشمن، شما این مرزگذاری رو دارید به کیفیت بالایی میبینید. انگلیسی که 250 سال در امپراتوریش خورشید غروب نمی کرد، نفکشش دستگیر شد، رفت شکایت کرد به سازمان ملل. وقتی تو میری میگیری خوبه، اون اسمش حقوق بین الملله. جنگلی درست کردید به نام حقوق بین الملل، چشم در برابر چشم. اون روز مرد، اون روزی که میتونستید بیاید امپراتوری عثمانی رو تجزیه کنید، 15 تا کشور از توش در بیارید. اون روزی که میتونستید بیاید اینجا رضاخان رو
بیارید ببرید، پسرشو بیارید گذشت، انگلیس بداند اگر پاشو میذاره رو قطعه‌ای از سرزمین ما که اسمش نفتکش ماست اون طرف دنیا، ما هم پیاده میشیم روی نفتکشش. حالا فرقش اینه که غروب از بلندگوهای اون از آن پخش شد و پرچم ما رفت بالا. یعنی ما سرزمین تو گرفتیم، پرچم جمهوری اسلامی به اهتزاز در آمد. تحقیر کنی تحقیر میشی.